أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 36 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 37 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السابع و ثلاثون، یعنی درس 37. درس 37 به مثل درس های گذشته چندی از کلمه های نو دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شوند با تمام نازکی هایشان، بعد از این خوانده شود حوار درس 37. صاحب کتاب میگوید الکرة الطائرة. الکرة الطائرة یعنی والیبال، بازیه که چطوری که در صورت میبینید این بازی به عربی میشود الکرة الطائرة یعنی والیبال. بعد از این میگوید مقص. مقص یعنی قیچی. مقص این اسم آلت است، از قص یقص گرفتگی است. قص یعنی برید، یقص یعنی میبرد، مقص یعنی آلت برنده. مقص یعنی آلت برنده. مقص اسم آلت است. اصل این مقص مقصاصون بود. مقصاصون بر وزن مفعلون. بر وزن مفعلون. صاد اول را حرکتش را در قاف دادیم زیرا اینکه قاف ساکن داشت. مقصاصون. صاد اول را حرکتش را در قاف دادیم شد مقصون. صاد اول را در صاد دوم ادغام کردیم، در آوردیم، شد مقصون. پس یگان کس ما را پرسان کند که مقصون بر وزن چی است، میگویم مقصون بر وزن مفعلون هست. یعنی ما اصلش را در حالت وزن رو بیان کردن ذکر میکنیم. پس مقصون اسم آلت است. بعد از این میگوید زهریتون. زهریتون یعنی گلدان. زهریتون یعنی گلدان، آن ظرفی که در داخلش گل را میمانند، این را میگن عرب ها زهریتون. جمعش زهریتون مفرد است، جمعش میشود زهریاتون. زهریاتون یعنی ظرف های گلمانی یا گلدان ها، جمع مؤنث سالم می باشد زهریاتون. بعد از این میگوید ریاضتون. ریاضتون یعنی ورزش، یعنی سپورت. ریاضتون ورزش یا سپورت. جمعش می شود ریاضاتون، یعنی ورزش ها، سپورت ها. بعد از این میگوید ریاضیون. ریاضیون یعنی ورزشگر یا سپورتسمن، همون کسی که ورزش میکند اون را میگویند ریاضیون، یعنی ورزشگر یا سپورتسمن. بعد از این میگوید ریاضیون، یعنی جمع مذکر سالم میشده است. جمع ریاضیون میشده است ریاضیون، یعنی ورزشگرها، سپورتسمنها، جمع مذکر سالم. بعد از این میگوید فرصتون. فرصتون یعنی یک وقت مناسب، یک فرصت، یک وقت مناسب رو، یک فرصت، یک وقت معینه که انسان دسترسی دارد برای انجام دادن کاره، اون رو میگن فرصتون، یعنی وقت مناسبه. بعد از این میگوید فرصون. جمع فرصتون میشود فرصون. فرصون یعنی وقتهای مناسب،
یا سر یک وقت مناسب، این طور ترجمه کرده می شود. بعد از این میگوید طیارتون. طیارتون اصلا اون زنی که سمالیات را، یعنی سمالیات را میراند، اون رو میگویم طیارتون، یعنی راننده سمالیات، راننده هواپیما، این را میگوین خلبان. طیارتون خلبان زنانه، اما مردانش میشود طیارون، به ت آخرش ت مؤنث ندارد، اگر تش بگیریم میشود خلبان مردانه، یعنی که راننده هواپیما مرد. اما طیارتون این راننده هواپیما زن هست. اما در اینجا طیارتون به معنای راننده نآمده است، بلکه به معنای خود هواپیما آمده است. خود سمالیات هواپیما را در این کتاب و همچنین در زبان عربی می آید که طیارتون به معنای طائرتون بیاید. طائرتون یعنی سمالیات، طیارتون همچنین می شود بگیم سمالیات، یعنی هواپیما. بعد از این میگه اگر میخوای را جمع بکنی، جمعی مؤنثی سالمش کن، بگو طیاراتون. اگر را بگیم هواپیما، پس میگیم طیاراتون، یعنی هواپیماها. اگر طیارتون را راننده هواپیما بگوییم، پس میگیم طیاراتون، راننده های هواپیما، جمع مؤنث سالم. بعد از این میگوید ارضیون. ارضیون یعنی فرش تختگینی که در زیر خانه گذاشته می شود، او را میگوین ارضیتون، یعنی فرش تختگی خانه. یا ارضیتون همچنین می شود بگیم پال، زیرا اینکه پال اصلا روسی است، اما مردم ما و شما پال را بهتر و خوبتر می فهمند. پال خانه یعنی فرش تختگین خانه. بعد از این میگوید حائطون. حائطون یعنی دیوار. حائط چی است؟ حائط یعنی دیوار. جمعش می شود حیطانون، دیوارها. حیطانون یعنی دیوارها. ببینید که در ارضیتون همچنین علامت گذاری کرده، زمین خانه را نشان داده است، یعنی پال خانه یا فرش تختگین خانه. همچنین حائطون گفته علامت گذاری کردگی است در صورت که دیوار را نشان داده است. بعد از این میگوید صیاد السمکی. صیاد السمکی یعنی ماهی قب. صیاد السمک ماهی قب رو میگه. صیاد مضاف، السمکی مضاف الیه. و اینجا در مضاف الیه هست. اما در کلمه الکره الطائره، در اینجا در صفت و موصوف است، یعنی که هر دویشون معرفه هستند و هر دویشون مؤنث هستند. اما در صیاد السمکی یکمش نکره، دویمش معرفه هستند و اینها میشوند با یکدیگر مضاف و مضاف الیه. بعد از این میگوید شیسون. شیسون با تاجیکی میشود شست. شست. شست یعنی که همون چوب و رشته و یک چنگکی که برای ماهی را داشتن، ماهی را قپیدن استفاده برده می شود، همین عبارت از همین چوب و از رشته و از همون چنگک همشه یک جا می شود شیس، یعنی شست. شیسی ماهی قپی، یعنی شسته که برای ماهی قپی استفاده برده می شود. این مفرد است. جمعش می شود شسوسون، یعنی ماهی شسها، بند و چوب و اون آهنکی که در سر چوب گذاشته می شود برای ماهی را قپیدن، اون چنگک، همه اینها را میگوین شسوسون، یعنی شستها، جمع تکسیر است. بعد از این میگوید بساطون. بساطون یعنی قالین. بساطون معناش قالین. جمعش می شود بسطون. بسطون یعنی قالین ها، جمع تکسیر. بعد از این میگوید خریطتون. خریطتون یعنی خریطه
با تاجیکی همچنین ما و شما هم خریطه میگوییم. بعد از این میگوید خرائطو، جمعش میشود خرائطو یعنی خریطه ها. جمعی صیغه منتهی الجموع که هست از این حساب تنوین رو آخرش قبول نمی کند. بعد از این میگوید زاویتون. زاویتون یعنی کنار، یک کنار، یا زاویتون یک کنج، یک بیخ، یک طرفی خانه. مثلا زاویه یک طرف، یک بیخ، به همین معنی می شود زاویتون. جمعش می شود زوایا. زوایا یعنی بیخها یا کنجها یا یک طرف. یک طرف این جمع است، یا طرفها جمع است. بعد از این میگوید جغرافیون. جغرافیون یعنی شخصی که جغرافی شناس است. جغرافیون یعنی آدمی که علم جغرافیا را میداند و معلومات دارد، او را میگویند جغرافیون. یا عالم علم جغرافی را میگویند جغرافیون یعنی شخص جغرافی دان. بعد از این میگوید خریطتون جغرافیتون. خریطتون جغرافیتون یعنی خریطه جغرافی. خریطتون جغرافیتون خریطه جغرافی. خریطه موصوف است و جغرافیا صفت است. ببینید که هر دوشان نکره هستند و هر دوشان تنوین دارند، پس اینجا نمی شود مضاف مضافون الیه گفت، بلکه اینها نعت و منعوت هستند. خریطتون جغرافیتون. بعد از این میگوید عریضون. عریضون یعنی پهن. عریض یعنی پهن. بعد از این میگوید مدورون. مدورون یعنی گرد، دوره، گرد. بعد از این میگوید فی الغدی. فی الغد یعنی در فردا. فی الغدی یعنی در فردا. بعد از این میگوید قصه. قصه یعنی که برید و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگیم قصت یعنی برید و یک زن در زمان گذشته. فعل ماضی. این واو دلالت میکند که در فعل مضارع این قصه از یفعلو است، از باب یفعلو است، از باب یفعو. عین را ضمه کن میگوید، عین باب را. پس در فعل مضارع قصه میشود یقصو. یقصو یعنی که میبرد و یک مرد در زمان گذشت، در زمان آینده. و اگر زن رو بگوید میگوید تقصو یعنی میبرد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش میشود قصه و قصی و قصو و اقصص. 4 نمود گفتن این فعل امر جایز است در این قصه یا قصو. میشود بگوی قصه، میشود بگوی قصه، بله قصه یعنی ببر تو یک مرد. میشود بگوی قصو یعنی ببر تو یک مرد. ترجمهشون یک چیز است، فعل امر است. میشود بگوی قصی، میشود بگوی اقصص. 4 نمود گفتن فعل امر برای مفرد مذکر در این باب قصه در مضاعفی که از باب یفعلو باشد جایز است. این را در صرف میر خواندگی هستیم. بعد از این میگوید قصون یعنی بریدن. قصون مصدر است، بریدن. اکنون دقت بتید، قصه یقصو از باب نصر ینصرو است. قصه در اصل قصصه بود، به مثل نصره. قصه در اصل چی بود؟ قصصه، به مثل نصره. و چکار کردیم؟ صاد اول را حرکتش را گرفتیم برای 2 حرف هم جنس بر بر آمدن. صاد یکم را حرکتش را گرفتیم شد قصه. و صاد اول را در 2 صاد دوم داخل کردیم، ادغام کردیم، شد قصه. دقت دادید یک آدم بگوید که قصه بر وزن چیست؟ میگه بر وزن فعله و مثل نصره. اما فعل مضارعش میشود یقصو. یقصو در اصل چی بود؟ و مثل ینصرو بود، یعنی یقصوصو بود. یقصوصو.
صاد اول رو حرکتش رو گرفتیم در قاف دادیم، قاف ساکن بود، یقا، قاف ساکن بود شد یقص، یقصو. صاد اول رو در صاد دوم ادغام کردیم شد یقصو. دقت دادید؟ پس یک کس بگوید یقصو بر وزن چی است؟ میگوید که بر وزن یفعلو و مثل ینصرو. بعد از این میگوید رأى، رأى یعنی دید و یک مرد در زمان گذشته. زن باشد میگوید رأت، رأت یعنی دید و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش یرا، میبیند و یک مرد در زمان آینده. فعل مضارعش میشود ترا، ترا یعنی میبینی تو یک، میبیند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش میشود را، فعل امر را بس. اما یک های سکته میگن اونها را میاریم بس میشود ره، ره یعنی ببین تو یک مرد. دقت دادید؟ ره یعنی ببین تو یک مرد. بعد از این میگوید رؤیتون، مصدر رو میارد میگوید دیدن. رؤیتون میشود معنایش دیدن. اکنون رأی یرا از باب چی است؟ از باب منع یمنعو است. از سیوم باب ثلاث مجرد است. ما گفته بودیم سیوم باب ثلاث مجرد شرط دارد، باید عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. آیا در اینجا حرف حلق است؟ بله. اون حرف حلق چی است؟ این همزه رأى یعنی عین باب حرف حلق است. پس شرطی سیوم باب ثلاث مجرد موافق است به این کلمه و این کلمه واقعا از سیوم باب ثلاث مجرد است. اولا و دویم رعا در اصل رعایه بود. رعایه این یا فتحه داشت. ما قاعده گرفتیم در گذشته بیانش کردیم، همچنین در صرف میرم بیان کرده بودیم که یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف میکنن میشود رعا. اما به این طور یا بر این می نویسن. چرا؟ زیرا که اصلش یا است. اگر اصلش یا باشد به این طریق نوشته می شود رعا یعنی دید و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگوییم پس می شود رعت، در اصل رعایت بود. یا متحرک ما قلب مفتوح رو قلب الف کردیم شد رعات، الف ساکن و تی مؤنث ساکن، الف رو حذف کردیم شد رعت یعنی دید و یک زن. این فعل ماضی است بر مثل منع. رعا یک کس بگه بر وزن چیست؟ میگه بر وزن منع فعل. اکنون یرا را چکار کردیم؟ یرا را در اصل یرعا بود، یرعیو بود. در اصل یرعیو بود، یرعیو. یرعیو به مثل چی؟ به مثل یمنعو. یرعیو به مثل یمنعو. اکنون در اینجا یا را حرکت حمزه رو یرعیو بود، حرکت حمزه رو گرفتیم به ما قبل دادیم. یا پیش از اونه که حرکت حمزه رو بگیریم اولا یرعیو یو یا حرکت برای یا ثقیل بود، یا را ساکن کردیم پس شد یرعی، یرعی شد. یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم، یا متحرک ما قبل مفتوح یرعیو، حمزه پیش یا بود اون فتحه داشت. پس این رو ما حرکتش را یا رو قلب الف کردیم شد یرعا، یرعا شد. اکنون چیکار کردیم؟ حمزه را حرکتش رو در ره دادیم، حمزه را حرکتش رو در ره دادیم و به سبب التقاء ساکنین بین حمزه که ما حرکتش گرفتیم بین الفی که از یا بود، پس ما حمزه را حذف کردیم شد یرا. دقت دادید؟ پس یرا یک از بگه بر وزن چی است؟ پس میگوید که بر وزن یفعل، یا اصلش را اگر بگیم میگیم بر وزن یفعلو است.
اما در اینجا ما عین باب که همزه که هست همزه را حذف کردگی هستیم. دقت دادید؟ بعد از این رؤیتون دیدن این مصدر است. بعد از این میگوید عمیله. عمیله یعنی کار کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن باشد میگید که عمیلت، کار کرد و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یعملو، یعنی کار میکند و یک مرد در زمان آینده. و اگر زن باشد میگید تعملو، یعنی کار میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش میشود اعمل. اعمل یعنی کار بکن. مصدرش میشود عملون، یعنی کار کردن. پس این فعل صحیح که است در اینجا یگان مشکلی نیست. عمل یعملو از باب چهارم است. چهارم باب ثلاثی مجرد است. از باب فعیل یفعلو، یعنی که از باب علم یعلمو. پس در اینجا دو فعل ناقص داریم ما. یکمش که یعنی اعلال شده است، قص یقصو، از مضاعف است از باب نصر ینصر. دویمش ناقص از باب رأى يرأى، رأى يرى، از باب چی هستین؟ این از باب منع یمنع و این از افعال محموز ناقص است. پس این بود کلمه های نوی درس 37. با همین درس 37 کلمات نوش به آخر رسید. میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 37. صاحب کتاب میگوید هل انت ریاضیون، یعنی آیا تو سپورتسمن هستی؟ آیا تو ورزشگر هستی؟ جواب میتید میگوید نعم، یعنی بله، آره، حرفی جواب. انا ریاضیون، من ورزشگر هستم. اکنون دیگر تحلیل ها و اعراب ها را بسیار بیان نمیکنیم، زیرا که شاید بسیار آشنا شده باشید. اینها دیگر آسان است. اگر یکان کلمه نو بیاید اون را بیان خواهم کرد. بعد از این میگه اتحب الریاضه، یعنی آیا دوست می‌داری تو ورزش را؟ میگوید اجل، یعنی بله، آره. احبها، یعنی دوست می‌دارم من وی را. احبها یعنی دوست می‌دارم من وی را. ها ضمیر است برمیگرده به الریاضه. بعد از این میگوید که ذهب الریاضیون الى ملعب المدینه لیلعبوا بالکره الطائره، یعنی رفتن ورزشگران به سوی میدانچه ورزش شهر تا اینکه بازی بکنن والیبال. بالکره الطائره، یعنی تا اینکه بازی بکنن والیبال. این با را گفتیم ترجمه نمیکنیم، این با برای تعدیه هست و ترجمه کردن نمیشه. و ذهب را فاعلش ریاضیون، علامت را فاعل مرفوع، علامت رفع الواو نیابت عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. لیلعبوا، در اینجا لام تعلیل است، بعدش یک ان بود. لان یلعبوا در اصل یلعبوا نبود، اون نون حذف شد به سبب ان، یعنی علامت نصب فعل مضارع یلعبوا حذف نون است. بعد از این میگوید که وقاص تلمیذ مجتهد یقرأ و یکتب فی الدرس و یلعب فی الفرص. یعنی چی؟ یعنی که میگوید وقاص شاگرد کوشش کننده است. وقاص شاگرد کوشش کننده است، میخواند و مینویسد در درس. میخواند مینویسد در درس و بازی میکند فی الفرص، یعنی در وقت‌های مناسب. یعنی هر وقت بازی نمیکند، در وقت‌های مناسب بازی میکند. وقاصون مبتدا، تلمیذون خبر و تلمیذون باز میشود منعوت، مجتهدون میشود صفت تلمیذون. یقرأ را فاعلش هو است، یکتب را فاعلش همچنین هو است و یلعب را فاعلش همچنین هو است. برمیگردد همه اینها به وقاص. بعد از این میگوید عند وقاص مقص یقص به الورق و یعمل منه طیارة. میگوید که در نزد وقاص، یا که اجاره در نزد میگیم دارد وقاص قیچی، میبرد به همون قیچی ورق را و کار میکند از اون سملیات را. یعملو کار میکند، انجام میتید، تیار میکند از اون سملیات را، هواپیما را، یعنی که از ورق هواپیما آماده میکند. طیاره همچنین میشود بگیم که هواپیمایی که کودکا بازی میکنن از ورق آماده کرده. این دا وقاص مقصون، این دا خبر مقدم متعلقش مقصون
میقصون مبتدای مؤخر. یقص به الورقه، یقص صفت یقص را میتونیم فعل مضارع در محل رفع حال از وقاص بگیریم، در محل نصب حال از وقاص بگیریم. این طورم جایز است. یقص فاعل ضمیر تقدیر هو برمیگردد به وقاص. ورقه مفعول به است، برای هم خاطر منصوب است. و یعملو فعل مضارع فاعل ضمیر تقدیر هو طیارة مفعول به یعملو است. بعد از این میگوید اخذت مقصا و قصصت به الورقه، یعنی گرفتم قیچی را و بریدم به آن ورق را. گرفتم قیچی را و بریدم به آن ورق را. اخذت فعل فاعل، مقصا مفعول به و قصصت فعل فاعل، ورقه مفعول به. بعد از این میگوید هل کنت عند الاستاذ فی غرفته، یعنی آیا بودی تو در نزد استاد در اتاقش، در کامنتش؟ میگوید نعم، بله، آره. کنتو یعنی بودم من. کنتو کانه با اسمش، کنتو و خبرش میشود بگیم که محذوف است. از سوال فهمیده میشود کنتو عنده، یعنی کنتو کانه با اسمش، خبرش محذوف یعنی عنده. بعد از این میگه و ماذا رأیت فیها، و ماذا رأیت یعنی چی دیدی تو، فیها یعنی در آنجا، یعنی فی غرفتی، ها ضمیر به غرفه است. و ماذا رأیت و چی دیدی تو، رأیت فعل فاعل، فیها در وی. میگه که رأیت فیها طاولة مدورة علیها زهریة و علی الطاولة رأیت کتبا و مجلات مختلفة أيضا ورأيت على الحائط خريطة جغرافية وعلى الأرضية بساطا جميلا عريضا ورأيت في الزاوية الغرفة رفوفا عليها كتب كثيرة باللغة العربية. یعنی چی؟ یعنی میگه رأیت فیها، دیدم در وی، یعنی در غرفه، در اتاقی، در کامنته استاد، طاولتن یعنی میز، میتونم طاوله رو میز بگیم یا میزی طعامخوری. مدورتن صفت طاوله مدوره بود یعنی گرد بود، طاوله پس مفعول به رأیتو می شود. مدورتن صفت طاوله. علیها زهریتون یعنی بر بالای، ها ضمیر است برمیگرده به طاوله، بر بالای طاوله زهریتون بود یعنی که گلدان بود. و علی الطاولتی و بر بالای میز رأیت کتبا، دیدم کتاب‌های را. رأیت فعل فاعل، کتبا مفعول به. و مجلاتین و عاطفه، و مجلاتین و دیدم میگوید مجله ها را، مفعول به مثل کتبا، علامت نصبش الکسره نیابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. مختلفتن ایضا یعنی گوناگون همچنین. مختلفتن صفت از مجلات، مختلفتن صفت از مجلات، ایضا مفعول به برای فعل محذوف، مفعول مطلق برای فعل محذوف. و رأیت علی الحائط خریطة جغرافیة یعنی دیدم بر بالای دیوار، یعنی بر دیوار، دیدم بر دیوار خریطة جغرافیة، خریطه جغرافی، دیدم خریطه جغرافی. خریطة یکمش مفعول به رأیتو، جغرافیة صفت خریطه. و علی الارضیة بساطا جمیلا عریضا و بر بالای فرش تختگین، یعنی بر بالای پال خانه، یعنی در زمین خانه پرتفتگی بود. چی؟ بساطن، بساطن یعنی که قالین، جمیلا زیبا، عریضا پهن. دقت دادید؟ و علی الارضیة بساطن، بساطن معطوف است در جای خریطتن، خریطتن عطف در اینجا میشد زیرا که و عاطفه است. علی الارضیة بساطن از این حساب منصوب است، مفعول به همچنین میتونه بگه مفعول به رأیتو است، اما عطف است در اینجا. جمیلا صفت یکمی بساطن، عریضا صفت دویمی بساط می شود. بعد از این میگه و رأیت فی زاویة الغرفة رفوفا علیها کتب کثیرة باللغة العربیة و دیدم میگه در یک اطرافی، در یک کنجی غرفه، در یک کنج اتاق، در یک کنج کامنته، رفوفا یعنی رفوف جمع رفون، رفون یعنی که تاقچه، دیدم تاقچه های را. علیها رفوفا مفعول به رأیتو، علیها
کتبون یعنی بر بالای اون بود کتاب های بسیار، کتبون کثیرتون کتاب های بسیار به لغت العربیتی یعنی به زبان عربی. اون کتاب های بسیار میگه همشون به زبان چی بود؟ به زبان عربی. بعد از این میگوید این یجلس الاستاذ یعنی در کجا می نشیند استاد؟ استاذ فاعل یجلسو است. بعد از این میگوید عند قراءة الكتب والمجلات والجرائد يجلس عادة على الديوان وعند الكتابة يجلس على الكرسي وراء المكتب. یعنی در وقت عند قراءة الكتب در وقت خواندن کتاب ها و المجلاتی یعنی در وقت خواندن مجله ها و الجرائدی همچنین در وقت خواندن روزنامه ها یجلسو می نشیند عادتا از روی عادت علی دیوانی بر بالای دیوان و عند الکتابتی و در وقت نوشتن یجلسو می شیند علی الکرسی بر بالای استل بر بالای کرسی می شیند وراء المکتبی یعنی پشت میز ده وراء المکتب یعنی در پشت میز. بعد از این میگوید انا صیاد السمک و عندي شص اذهب به الى النهر و اصید به السمك و فی الغد اذهب بالسمك الى السوق و ابيعه فی السوق. یعنی چی؟ یعنی انا صیاد السمکی میگه که من ماهی قب هستم و عندي شص میگه که من دارم 60 یعنی 60 دارم. اذهب به الى النهر یعنی اذهب به یعنی میبرم ویرا بی درجه بی حرف جاره برای تعدیه است برای متعدی کردن اذهبو فعل لازم است به سبب این به فعل لازم رو ما متعدی کرده برای خاطر این به را ترجمه نمیکنیم. اذهب به یعنی میبرم ویرا هی ضمیر است به 6 یعنی میبرم اینجا دیگه میروم نمیگیم میگه میبرم 60 را الى النهر به سوی نهر به سوی دریا و اصید به السمک و صید میکنم با وی ماهی را. بیهی در اینجا جار و مجرور است دیگر نگوید که بیهی بی برای تعدیه است اینجا در نه اصیدو است مفعول بهش از سمکه است و اصید به السمک یعنی صید میکنم میقپم با اون ماهی را و فی الغدی یعنی در فردایش اذهب بالسمک الى السوق یعنی اذهب رو در اینجا باز میتونم بگم که میبرم بالسمکی با بای برای تعدیه است ترجمه کردن نمیشود. اذهب بالسمکی یعنی میبرم ماهی را بسمکی در اینجا لفظا میگوید مجرور است محلا منصوب است مفعول به اذهبو میبرم ماهی را الى السوق به سوی بازار و ابیعه فی السوق و میفروشم ویرا هو ضمیر است برمیگه به سمک میفروشم ماهی را میفروشم ویرا فی السوق یعنی در بازار. بعد از این میگه تعال نجلس على هذا البساط العریض میگه بیا منشینیم بر بالای این قالین پهن بیا منشینیم بر بالای این قالین پهن. تعالی فعل امر است فاعل رو ضمیر مستتر و انت. نجلس برای چی مجزوم است؟ نجلس فعل امر نیست. نجلس رو در اولش یگان جوازم نیومده است. چرا این نجلس مجزوم است؟ پس میگه نجلس جواب طلب است. تعالی طلب است فعل امر نجلس جواب یعنی این طلب است. جواب طلب همچنین مجزوم می شود. پس میگه تعالی نجلس یعنی بیا میشینیم. اگر آمدی ششتن به وجود می آید اگر نیامدی ششتن به وجود نمی آید. نتیجه آمدن نشستن می شود علی هذا البساط العریض بر بالای این قالین پهن. دقت دادید؟ بعد از این میگه تعالوا نذهب الى ملعب المدرسه لنلعب بالكره الطائره یعنی بیایید تعالوا بیایید شما مردها این واو ضمیر جمع مذکر
تعالوا بیایید شما مردها، نذهب میرویم یک جا، الى ملعب المدرستی، به سوی میدانچه ورزش مدرسه، به سوی یعنی استادیون مدرسه، استادیون مکتب یا میدانچه ورزش مکتب، لنلعب، تا اینکه بازی کنیم. لام تعلیل بعدش یک ان ناسبه جوازن مستتیر است. لان نلعب اصلش، لنلعب، تا اینکه بازی بکنیم، بالکره الطائره، یعنی بسکتبال، یا بالکره الطائره والیبال. کره طائره والیبال می شود. کره السلطه باشد اگر، پس در این صورت بسکتبال می شود. کره طائره این چی است؟ والیبال است. پس تعالی فعل امر است، فاعلش این واو است. فعل امر این اسم فعل امر است، زیرا که این فعل ماضی و مضارع نداره. گفته بودیم در زمان در درس‌های گذشته. نذهب برای چی مجزوم است؟ به خاطر اینکه در جواب طلب اومد. جواب طلب مجزوم شد، چطوری که در نجلیس بیانش کردیم. پس این بود درس 37 ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.